گریه کن. گریه بکنم؟ آره گریه کن. بی خود مگه آدم گریه میکنه؟ فرض کن مادرت مرده، گریه کن. کی؟ نه آقا، مادر خودت بمیره، نه رولا. فرض کن. قرض برای چی بکنم؟ بابا جون نمیتونم. آخه بی خودی که گریه هم نمیاد. یکی بیاد منو بدنه تو ما گریه هم بگیره. حالا هر کی جرأت داره پاشو بیاد. ماچ بلدم میکنم. ما بلدم ماچ بکنم. جان عمت بفرما بیا آقا رو ماچ کن. مگه آدم قحطیه؟ بفرمید ببینم پس کیو میخوای ماچ کنی؟ منو میخواد ماچ کنه. آره خب بیا دیگه ماچم کن. اینطوری نمیشه که. پس چطوری؟ اینا برم بیرون. اینا کت خدا میگه اگه این پسره تو فیلم باشه اون پاشو پس میکشه. خب پس بکشه. خب پس دیگه امتحان لازم نیست آقا. بفرمایید. کت خدا نمیخواد شما تو فیلمش بازی کنید. بفرمایید. اگه کت خدا نمیخواد بره پی کارش. برو باباش. چی داری میگی پسر؟ اون تهیه کننده است. تهیه این فیلم با اونه. خب تهیه باشه. اگه اون تهیه ما کلاس دویم هم که بندازش بیرون. بندازش بیرون. برو بیرون. به ما داره میگه بندازش بیرون.